hermafrodit هستند یا که ترانسویستیت نفرانی هستند که مثال گرچنده که اگر در شکل نمود زن باشن خودشون همچنین مرد احساس میکنن یا که مرد باشن همچنین زن احساس میکنن و اونا رسما مراجعت میکنن به مؤسسه توبتی برای عوض کردن جنس خودشون. لیکن پیش از اون که با عملیات اجازه داده شود این نفران از دو که اکسپرتیز تیبی با یکدیگر علاقمند نداشته وابستگی نداشته میگذارند و اگر همین دو کمیسیه که اکسپرتیز هم میگذارند خلاصت یعنی که همین عملیات برای همین مزاج برای همین نفر ضرور است پس همین عملیات گذرانده میشود. خب و طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان هم در یگون سندهای معیاری حقوقی منع چنین عملیات ها وجود ندارد و وابسته به این طبق مراجعت شهروندان تا امروز در تاجیکستان 2 یا 3 حالتی عوض کردن جنس عملیات گذرانده شده است. من راستی نمیدونم یک نفر شبکه‌پرگی انجام یافته است این عملیات، دیگر 2 نفرش تا کدام صد رسیده است چون که در یک دوره گذرانده نمیشود، یک چند مرحله عملیات است. خب از این نقطه نظر وابسته به این عملها راستی ما یکم مخالفت ضدیت نداریم. لیکن اون چیزی که شما گفتید همجنسگرایی و تحمیل نمودن وارد ساختن همجنسگرایی در شرق مخصوصا در دولت‌های اصل مرکزی در جامعه‌ای که مثلا عموما در فرهنگشون چنین پدیده‌ها وجود ندارد قابل قبول نیست. خب ما هم طرفدار این نیستیم.